علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه. اصلش این آدم در یک مسئله کتاب نمی نویسد مادامی که در همین مسئله کتاب باشد. بنابراین کتاب های این شخصیت کتاب های بسیار مهم است، هم از جهتی موضوع هم از جهتی بحثش. چون که این آدم در یک جای کتابش با می نویسد که اسلوبی کتاب نوشته، شرط کتاب نوشته هم که در این مسئله کسی کتاب ننوشته باشد، دیگر کس نوشته باشد، برای چی تکرار کنیم؟ فقط توصیه میدیم که از فلانی کتابش خوان. بله اگر اون کتاب کمبودی داشته باشد، مثلا یک کتاب می نویسید که کمبودی های فلان کتاب که با همین چیزایی که شما مسئله هایی که ذکر کرد اون کتاب مکمل می شده باشد، بله حاشیه یا علاوه به فلان کتاب چیزی نویگری میشد. اما عیناً همون مسئله که دیگر کس نویسد با همون اسلوب شرط نیست، چی به می نویسید که. لیکن علامه بکر ابوزید یک کتاب دیگر دارن به نام معجم المناهی اللفظیه. معجم گفتگیش الفاویت، یعنی الفاویت که نیست که اول الف با تا ثا جیم ها خا. المناهی اللفظیه، لفظهایی که تلفظش ممنوع هست از روی نگاه شریعت. هر کلمه ای که ما استفاده میبریم و اصلش وای ممنوع هست همیهان جایگیر کردگیان. از جمله کلمه حاجی هم هست در حرف ها و تاریخش میگن که این 600 سال اولی اسلام آمده نبود یک آدمی که حج خانه الله تعالی کرده شد لقبش حاجی باشد. در همین کتاب میگن اینا عجم ها پیدا کرد. میگن بعضی تاریخ های ابن کثیر کتاب های تاریخ اگر خوانید بعد سال 70 حاجی فلانی ها پیدا میشد. خلاصه بعضی نام ها، بعضی لقب ها، بعضی لفظ هایی که تلفظش خوب نیست، خواه حرام است خواه مکروه هست ذکر میکنم. مثلا از جمله کلمه دکتر آوردگیان در همینجا، اصلش میگن این ترمینی نصرانی ها هست. میگن مقصد ماجستر میشد انسان بعد اینکه دانشگاه تمام کرد بکالور میشد، بعد اینکه رساله ماجستری نویست ماجستر میشد، بعد از اون دکترا میگیرد رساله دکترا. همین کلمه هم آوردگی هستن، یعنی که تاریخی همین لفظ میگن کی پیدا شد و سببی ممنوع بودنش میگن. خلاصه بسیار کتابی مهم است.